добрый, пожалуйста, не подскажете, здесь откуда отправляется товары в Таджикистан? А вот отсюда отправляется. Это, да? Да. Спасибо. А этот фура, фатуло. А вот он стоит. Это, да? Да. Ой, спасибо, брат. Салам алейкум. Ва алейкум ассалом. Акажон хуби, саламату. Беша рахмат. Акай фатуло шумо инакам? Не, ман шогирди Акай Фатуллои Макаҷон, ягон хизмат дор. О, акажон, Тоҷикистон бор мебаре, на? О, мо дар хизмати ҳамин шумои Макаҷон бор саломат мебарем. бош, саломат бошед. Раҳмат. Халаделник доштам, акажон, телевизор доштам, гуфтам ҳамун борора мебурдем. Ба ҷону Мака, мо дар хизмати шумои Мака. Халилденик дори, истирали мошина дори, Акаҷон, телевизор дори. Ҳамин чизе ки дар ҳаминҷа механҷа, иншоалло аввалш худо, охириш худо, мо ҳамира соқ саломат бурда мерасонем Акаҷон. Саломат бош, акажон, ки ма дига шаҳр дарем. Ма метавонем ки барем борора бигирем. Шумо мо дар суроғатона барасонед, мо рафта мегирем, ая ҳаминҷа бор мекунем мебарем Ака. Саломат бош, акажон. Саломат боши, ман аз кор дорам бирем. Биен, ҳатман бигин Ака биёрем боротонро биёрем. Майли, Агар ягон бародаро боша, гап занем бигирам биям. Майли, акажон. Ва нархи арзон иншоалло Ака мебарем. خیلی خرسند شدیم که برادری ما اکای فتح‌الله بار می‌برده به تاجیکستان و این برادرای ما دوستان عزیز کسی که تنخیصی بار به تاجیکستان بردن داره مرحمت سراغ را پیگیری کنه در شهر خیم که است مرحمت براتون به تاجیکستان ساق سلامت برده میرسونه به تمام منطقه‌های تاجیکستان برده میرسونه مرحمت اینا سراغای اکای فتح‌الله از جواد نجورفه تو کی هستی؟ گپ نزن سلاحت رو ده را کرد مرا با کجا میبری؟ به منزل آخرتت. من چی کار کردم؟ گناه هم چیست؟ تو گناهت را نقض میدانی رفیع. من یک آدم پیرم، از برای خدا مرا نکش. عذاب‌های داده‌ات به آخر میرسن رفیع.
اکا خوب هستید؟ او قریب مرا چه میکش. میگوید اکا؟ مرا میکش. خدا نشانه دهد. خدا نگه دارد اکا. Yılmaz. الفاتحة. آمین الهی آمین الله. گریه نکن. گریه نکن. تقدیرش همین بوده است. آمین. آمین. خدا جایش جنت. اکنون قدی و جنت میافتن. خدا رحمت کن. درست به خونه رفتیم. شما به کجا مادر جان؟ میرویم. رفتیم. گریه نکن. رفتیم. مخولای زیلول چی شده است؟ نمیدونم. روزهای آخر تغییر یافته است. آقای دکتر شما هستید؟ بله منم. آقای دکتر سیاه شده؟ بایوریتون دارم. ما رو شناختید آقای دکتر؟ البته شناختم. برای مرا نجات دادن. خودت را قربان کرده. رفتیم پسرم. من به خونه میرم. یک دم است را با دکتر شناس کنم. دکتر پسرم با نبیره من شناس شو. یلماز در انقره میخوان معلم میشود انشالله. یلماز این دکتر طاهر این کس باشد پدرش آقای مصطفی. خیلی شدم. ببخشید دستم لط خورده است. خدا شفا دهد یلماز. این چطور شد؟ نخواست همه خیر شد. اگر خواهید به نقطه تی برویم. نه ضرورت ندارد. بابا اجازه دهید کمی رفته استراحت کنم. مالش پسرم. از شناسایی شدم. ما هم پسرم. به خونه ما هم درو صحبت میکنیم. خدا خواهد فرصت شود البته میدرویم. یلماز بر این جوانان در آینده این دیه را آباد میکنند. انشالله میشود. خدا خواهد خواندنش را صحت سلامت تمام کند. انشالله. مادرم به خونه ناومدند. کنی گذاشته شین؟ خیلی ناراحت می نموی برفین. چی درد داری؟ یلماز به دیها اومده است اما به نزدم ناومد. ناومد؟ دیروز بگاه انتظار شدم ناومد. انیق اینجا نافهمی شده است. زیق نشو. من به او میگویم. تشکر دیلا. انسان خوبی. لعنتی به زور رها یافتم. با فکرم او یکی از آن سلاحداران است. چرا یک سلاحدار از کوفر آمده به خانه من می آمد از رئیس؟ باور کنید همین قدرش را میدانم که از این کار باز دکتر فایده برده است آقای رافع. از روز به ده آمدنش ضررش تنها به من میرسد. این کثافت زود دفع شود. راست میگوید آقای رافع، راست میگوید.
این چی سراسیمگی است آقای مصطفی؟ دکتر بیمار است، رنج راه را برداشت کردن نمیتواند. نه، با قوت است، طاقت میکند. آیسته آیسته میروید. سراسیمه نشید. باز یک دو روزی دیگر استید. یک دو روزی دیگر می ایستیم، لیکن تایر باید طبابت گیرد و باز مادرش هم خواطر شده است. دکتر تو چرا خاموشی؟ چی رفتن میخواهی؟ پدرم راست میگویند. مادرم را از این زیاد پزما نکنین، خوبش برگرد. مادامی که قرارتان همین است، با چی هم گفته میتوانیم. مردم دهه برای گسیل دکتر میبرایم، رفته خبر کنم که جمع شود. آقای مصطفی من هم در خانه کمی کار دارم، بدتر بو میخوریم. مایلش من هم چیز چورم رو گرفته بیارم پدر. لیکن التماس دیر نکن پسرم. مایلش. آقا ایستید آقای قماندان. مرا شناختید؟ نه ببخشید خانم، خطا کردید. من شما را نمیشناسم. خوب نگاه کنید. من فرزندم را به شما امانت داده بودم. را شناختم. خفه نشوید خانم زلال، شما را نشناختم. آخر چند سال گذشت؟ خیریت شناختید. 30 سال می شود. همین قدر سال در حسرت فرزندم می سوزم. آقا درباره براتم بگوید، در کجاست؟ چی کار می کند؟ او را به دولت سپاریده بودم، دیگر ندیدم. دروغ نگوید قماندان. اگر دیگر براتم را ندیده باشید پس این عکس را چطور به من فرستادید؟ یگان گپ شده است خالای زیلا؟ هیچ چیز نشده است. با آقا خیر خوش میکنم. تشکر خانم زلال. نپرسیدید که چرا از شما میگریزد؟ خیلی شدم. ببخشید دستم مخلوط است. اگر خواهید من تایتی برویم. نه ضرورت ندارد. این تویی؟ تو رو شناختم. شین زخمت رو ببندم. لازم نیست. خونی زیاد رفته است، طاقت نمیکنی. تیر رسیده گذشته است. من دیدم که بابای چطور با تو فخر میکند. بیچاره انتظار است که کی به دیگه معلم شده برمیگردی. به من جواب دهید قماندان. مادامی که از او خبر نداشتید این عکس را چطور به من فرستادید؟ البته بعضا از احوالی برات خبر میگرفتم. بعد این عکس رو با شما فرستادنم مرا به قسمی دیگر فرستادن. بعد از آن دیگر با اووا نخوردم. پسرم در کجاست؟ شما میدانید و به من گفتن نمیخواهید.
نه چرا با شما نمیگفتم؟ گوش کنید قماندان، در فراقی برادرم جگرم میسوزد. دیگر طاقت کرده نمیتوانم. در کجا بودنی پسرم را گویید رفته او را یابم، به او گویم من مادرت. اگر در کجا بودنی براتم را نگویید، بدانید که من شما را آرام نمیگذارم. برات دیگر نیست خانم زلال. این چی معنی دارد؟ بعد 3 ماه فرستادن آن عکس پسرتان برات در یک صدمه هلاک گردید. نه، این طور نیست. شما مرا فریب کرده ایستاده دروغ میگویید. افسوس، صد افسوس که او دیگر نیست. شما را دیدن برابر شناختم، لیکن خودم را ناشناس نشان دادم، زیرا میدانستم که برات را میپرسید. نمیخواستم که به شما این خبر شوم را رسانم. پسرم برات اگر با بابایم یا با یگام کسی دیگر چیزی گفتی تو را زنده نمیمانم دکتر. بخیر است بابا؟ نبیرم بیمار است، او را به نزد دکتر آوردم. باور کنید در این دهه دکتر نیست، رفت. آیسته بابا، شینه از دهه بالا آمدم. اوهو، راهتان دراز است. چیکار کنیم؟ آواز این دکتر را شنیدم، دکتر خوب است گفتند، نبیرتان را طبابت میکند گفتند. با خدا اینش را نمیدانم. دکتر رفت. اگر خواهید نقطه طبی را خبر گیرید، همشیره در آنجاست. میلش نغز مانید. تشکر، سلامت باشد. طاقت کن فاطمه، دکتر حتما می آید. با این کودک چی شده است؟ نمی بینی؟ بیمار است. تو کی هستی؟ چی بپرسی؟ من دکترم. بابا با خیر است پسرم؟ من میروم بابا. برای چی اینقدر سراسیمه میروی؟ از کجا این فکر به سرت آمد؟ باید روم، درس دارم. اقلا دکتر را انتظار میشدی، هم راه میرفتی. هر قدر بر وقت روم همان قدر خوب میشود بابا. باز دیر نکنم. خیر، خودت میدانی. خودت رو احتیاط کن میلش. اکا این دفعه بیاید به من شیرینی بیارید. البته میارم. با مادر تماس باش، خدا تو را در پناهش نگاه دارد. میلش پسرم، میلش. شما هم در پناه خدا باشید. خیر عزیزم، میلش. بابا گریه نکنید، اگر گریه کنید من به خواندن نمیروم. این خیلی نگوی پسر جانم، با رازگی خدا تو هم مثل اکا تحصیل میکنی، آدمی کلان میشوی. یلماز
من هم به نزد تو میرفتم یلماز. خوب شد که تو رو دیدم دیلو. چی گپ شده است یلماز؟ من میروم. میروی؟ باید روم دیلو. تو رو هیچ نمیفهمم. دیلو این خیلی نگوی. میدونی که درس دارم. رفتنم لازم. مایلش یلماز میدونم اما برفین تو رو انتظار است. یلماز کجاست؟ او رفت برفین. رفت؟ به کجا؟ رفتنش ضرور بود است. رفت. به فکرم مرا نمیخواهد. تو چه میگویی برفین؟ یلماز در شهر میخونه. شاید در آنجا دوست داشته دارد. این خیلی چیزها رو فکر نکن. برادرم تو رو از خردیش دوست می‌دارد. من باوری دارم که بعد از ختم دانشگاه تو رو با لباسای عروسی به خانه می‌آورد. گویا افسانه نقل کرده ایستاده دیلو. انا می‌بینی که این افسانه حقیقت می‌شود. و تو نیست. من مثل تو شاهزاده ندارم. کجا شدی پسرم؟ همه تو رو انتظار هستند. یک دخترچه بیمار شد. او رو معاینه کردم. چرا اینجا همه جمع آمدند؟ با خیر است. آنها برای با تو خیر و خوش کردن آمدند دختر. بیا زودتر خیر و خوش کن و براه برایم. حاجت با خیر خوش نیست پدر. براه نمی برایم. اینجا میمونم. براه نمی برایم گفتن چی معنی دارد؟ بابا ابراهیم اون نمیرفت. دختری خوب است. این چی معنی دارد طایر؟ پدر این آدمان به دکتر احتیاج دارند. چه؟ من قرار دادم که اینجا میمونم. آفرین آفرین پسرم آفرین. دکتری حقیقی هنه همین خیل میشود. همین دورنی برادرم. بسیار کاری خوب میکنی پسرم. هم دهگانمون تو را جواب دادن نمیخواهند. سلامت باشید. چیزی رفیقم ای نمیرود. ما از شما مینت داریم. سلامت باشید. سلامت باشید. خدایا شکر ما هم صاحب دکتر شدیم. بابا ابراهیم شینید. سلامت باشید. دعای ما را شنید. خدا از تو راضی باشه پسرم. تشکر. سلامت باشید. شما را نگاه دارد دکتر. تشکر. میدونم به خاطر مردمی دهن ایستاده است. بیشبه یکون سبب دیگری هست. چه سبب شده میتواند؟ تشکر زیاد. نمیدونم لیکن بویش میبراید. چی گپ است؟ دکتر در این دهن میمونه دیلو. چی؟ تشکر. خدا تو را در پناهش نگاه دارد. دیدید آقای رافع؟ گفته هایم درست برآمده نه؟ تشکر. 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 برفین خبر داری دوگونه دکتر در ده میموند به خانهش نمیرود. یعنی چی خیر؟ راست میگوی قیزبان؟ راست است. حتی راضی هست که دکتر ده شود. به فکرم او برای معلمه زینب اینجا میموند. قیزبان حالا میبینی اگر زینب نباشد پس دیلا. انا دیدی درد نیفتی. اکنون صحت میشوی. درد نکرد. نفر هم شفا میابد. با خواست خدا شفا میابد. خدا از دکتر راضی باشد. میدانستم که برمیگردد. تو در اینجا ماندن نمیتوانی. میدونم پدر. برای در اینجا موندنم عریضه می نویسم. تو میدانی چی کار کرده ایستاده ای؟ تو یک جراحی خوب هستی. آینده ای درخشان داری. پیش از به اینجا آمدنم آن آینده درخشانم به آخر رسیده بود.
آن حادثه خطای تو نبود طاهر. پدر، دکتری هم بعد آن حادثه به انجام رسید، اما این دیه با من حیاتی نو بخشید. برگشتم. خفه نشوید، از این دیه قرض دارم. طاهر، مجبور نکنید پدر. یک مدت اینجا میمونم. شاید روزی برگردم. در حقیقت نمی رود. اینجا می موند. خدا رو شکر. برادرم بیشرم نشد جگرکم تو را به دست ناوردم، در آغوشم گرفته نتوانستم. کی میداند در کجا تو را گور کردن؟ حتی قبرت را هم نمیدانم. آنجا میرفتم گریه میکردم. منی بیعقل. کاش که قماندان را التماس میکردم که پسرم را برگرداند. هیچ نباشد مرده‌اش را میدیدم. مادر جان، مادر جان. لبای دخترم، همین خیر هم گریه میکنن مگر؟ همین طور دخترم. چیزی هست اما شما از من پنهان میکنید. چرا به من نمیگوین مادر جان؟ براتم که به خاطرم میآید میگریم. باز او را به یاد آوردم. کنی گپ زن، به من چی گفتن میخواستی؟ قیزبان خبر آورد که دختر نرفته است، از این پس در دیه میمانده است. نه خود، آفرین به او، کار خوب کرده است. اگر دختر نرفته باشد پس پدرش هم در همین جا. ندانم مادر جان. مادر جان به کجا؟ یک دختر را بینم. مادامی که در اینجا مانده است یک پرسم. شاید یگان کمبودیه دارد، همین طور نی؟ ای خدایا خدایا، شاید داشته باشد. اما باوری داری که در این دهت طاقت میکنی؟ بله، قرارم جدی است. شما همشون پدر به این کار چی میگید آقای مصطفی؟ به گپ من گوش نمی کند. چرا نمیخواید که در ده دکتر باشد؟ دکتر را که نمیخواهد. چرا نمیخواستم؟ البته میخواهم. من خواستم فهمم که سخنانت هوا و هوس خالی نباشد. این عریضه رو به سردار ریاست ولایتی وزارت تندرستی رسانید. برای بخواهش خودم خواستنم مرا در حال تعیین میکنند. خیر چی گوییم؟ نوری دیده تاج سر؟ رفتیم. شما رو گسل میکنم پدر. اول با مادرت گپ زنم، کنی بینم او چی میگوید. ممکن است باز از تلفن شما استفاده برم رئیس. آها. کجا سر سیمایت خانم زیلال؟ بگویید راست است که در اینجا میمونید؟ بله. خیلی خوب. پدرتون کجایم رفتند؟ نه، در خانه رئیس به مادرم زنگ میزند. خوب، مایلش نقص مونید. برای چی پدرم رو میپرسید خانم زیلال؟ بخیر است خانم زیلال؟ پدری دکتر در اینجا است. همینجا در درون با تلفن گپ میزند. او رو دیدن میخواهم. خانه زیلال با همسرش گپ زده ایستاده است. انتظار میشوم. او برای چی آقای مصطفی را دیدن میخواد؟ من از کجا دانم پدر؟ نهایت چیزی بوده است که تو نمیدانی. یا الله. چیکار کنم؟ دیگر گریخته نتوانستم. آن زن مرا شناخت، مرا فهم. مجبور شدم که با آن زن گپ زنم. رابیه، خدایا باز با اون نگفته باشی که طاهر پسرش میشود. ایست رابیه، ایستا، در حال گریه نکن. من با او گفتم که برات وفات کرد. چی؟ او با تو باور کرد مصطفی؟ بله باور کرد. التماس مصطفی کار کرده طاهر رو گرفته بیار. دریازاده همش آشکار میشود. گوش کن رابیه،
طایر رفتن نمیخواهد. филми овозадори қиёми рӯз баъди ҷаҳонгардиҳо баъди ғарбу шарқ аврупо ва осиё аз студияи симо дастрас кунед. қиёми рӯз серҷоизатарин филм дар студияи симо. агар зани мани шоза чӣ кор мекунам? дил агар таскин биёбад рӯҳ болида хоҳад шуд. шоу консерти дона бо ширкати ситораҳои эстрадаи тоҷик бо номи таскини дилҳо 9 май кохи ваҳдат соати 17 матлуба раҳимова меҳрнигори рустам мигина мулқулова баҳром ғафурӣ шабнами сурайё робиёни маҳфил бахтиёр раҳимов аз гурӯҳи гарибшова компания ҷамшеди ҳалим аз лаҳзаҳои гуворо таскини дилҳо биё ба дил таскин бубахш. зилол хонум бахайр аст. бубахшед гӯш кардам хуб нест, аммо гапҳоятонро шунидам. ба ҳамсаратон дар бораи вафоти барот мегуфтед. ин қадар сол гузашт, чаро хабар надодед? ба ҳамсаратон бовар накард гуфтед. оё шумо маро дар назар доштед? шояд барот зинда асту шумо ба ман дурӯғ гуфтед оғо. ман чизеро пинҳон накардам. чио мегӯед? мумкин аст чойдам кардам, менӯшед? ташаккур духтарам. шояд шумо менӯшед? намехоҳам қизбон. чӣ шуда аз холаи зилол ба ман намегӯед? астағфируллоҳ, чӣ мешуд кората кун. ман медонам чизе шуд, лекин пинҳон мекунӣ гӯё ман намефаҳмида бошам. оғо сабр кунед. шубҳа кардааст, дигар аз ман даст намекашад. зайнаб духтарам ин ҳолати мактабро бин. оҳиста оҳистатар. зайнаб ту як ба аҳволи мактаб нигар. зайнаб духтарам, ин биноро таъмир карда намешавад. чаро намешудааст падар? дар ин деҳа чӣ қадар одам ҳаст? ҳама якҷо шуда мактабро таъмир мекунем, ҳамин тавр не? ман мегӯям ки масъалаи мактабро як тараф гузорем духтарам. чаро оғои раис? кушода шудани мактабро шунама силоҳдорон боз омада мардумро азоб медиҳанд. ҳамин тавр не бародарон? раис рост мегӯянд зайнаб. яъне ҳамаатон метарсед? агар шумо ки тарсидед, онҳо бисёртар ба саратон фишор меоранд, бисёртар азобатон медиҳанд. барои чӣ онҳо мактабро намехоҳанд? зеро мактаб набошад ҷоҳилӣ меафзояд. онҳо моро бенаво кардан мехоҳанд. чаро? чунки агар одами ҷоҳил боз бенаво бошад, ба ҳама корҳои бад розӣ мешавад.
او را فریب دادن خیلی آسان است. او را میتوانند قاتل پدری خودش کنند. مگر همین طور نی؟ بیهوده گپ نزن. برای کودکان را خوناندن جانی چند کس از دست میرود. این خیلی گفته با دست و پای بسته نشینیم آدمان زیاده نابود میشوند. خون دریا بر این جوری میشود. میخواهید فرزندتان همین خیلی بینوا ماند یا اینکه صاحب آینده درخشان شود؟ بگویید کدام پدر و مادر میخواهد که فرزندش را به آتش پرتاید؟ گوش کن دخترم، شاید تو حق باشی، لیکن رئیس هم راست میگوید. اگر این مکتب را برقرار کنی باز میسوزانند. این دفعه تو را نمیبخشند. اگر با تو یگان چیز شود دخترم. ای مردم، من به مردن دخترم راضی نیستم. تعمیر این بنا را هم نمیخواهم. روید خونه بخونه. دخترم به گپ پدرت گوش کنی خوب میشود. از من خفه نشو دخترم. من پدرت هستم، پدرت. غمی تو را میخورم. دیلو، روی خط دوره رو می نویسم. من یلماز رو دیدن میخواستم. با برادرم شناس شدید؟ بله. یلماز رفت. به دانشگاه رفتنش ضرور بوده است. من کمی سر و گشت میکنم، بعدتر میایم. السلام علیکم. بابا جان. خوش باش پسر جانم، خوش باش دختر جان. تشکر دخترم. بخیر است یا یگان شکایت دارید؟ خدا را شکر یگان شکایتی ندارم. من به تبریکاتتان آمدم. شنیدم که عریضت رو به رئیس سپاریده ای. خبر زود پهن می شده است. دیه خورد است. قزبان هست که خبرها زود پهن می شوند. بیاشین دکتر جان، با تو هیچ روبرو صحبت نکرده ایم. بله. از تو یک چیز پرسیدنیم. به من بگو دکتر جان، تو چه خیل فهمیدی که در مکتب بمب گذاشته شده است؟ در رو یک کس مرا داشت، گفت که در مکتب بمب گذاشته شده است. مگر او از همین دیه بود؟ با فکرم نه، سلاح داشت. رویش رو هم دیدن نتوانستم. بروی مول محکم بود بابا ابراهیم. شاید نفری از همین دیه باشد. یلماز، یلماز، این تو هستی؟ خوبی؟ خوبم. چرا اینجا را پرتافته رفتی؟ از شب باز کجایی؟ به دیه رفته بودم سینان. مردم دیه به من آتش کشیدند. زخم دار شدم. تو چرا به دیه رفتی؟ وای، رفته فهمیدم دختر حالو هم در دیه. وای لعنتی، حالو هم نرفته است. روید. چرا خاموشی سینون؟ من به یلماز باوری ندارم. به فکرم میخواد ما را به ده درآورد. اگر سربازان در آنجا باشند چی؟ تاریکی شد تو به ده میروی و میفهمی که دختر در آنجا یا نه. زینب،
ایستید. خدایا. دکتر آمد. آمدنتون رو نفهمیدم. در بیرون بودم. سولفیدنت رو شنیدم. و تو چی شد؟ یک بار نقطه طبی بیا از نظر گذارونیم. هیچ چیز نشده است. همش خوب می شود. تنها کمی شمال خوردم. یک باری دیگر سولفا کنی از اینجا با زوری میبرم. مرا مونید و شما احوال مکتب رو بینید. در حقیقت هم زحمت‌هایت برباد رفت. بله برباد رفت. زیخ نشو. مردم به تو از آنها بوی امید نیست. کمک کردن نمیخواهند که مکتب رو کشویم. از سلاحداران میترسند. بله میترسند. زیخ نشو. من کمک میکنم. شما یاری میدهید؟ ما هر دو این مکتب رو تعمیر کردن نمیتوانیم. راست میگویی. اگر تعمیر کردن نتوانیم با دیگر جو میکوچیم. نفهمیدم. یک جای نو میابیم. همین که میز و کرسی ها رو گذاشتیم مکتب تیار. راست میگویید. چرا من این را فکر نکردم؟ میدونید اما کم یک انبار خالی دارند. با اونجا میکوچیم. آقای مصطفی، آقای مصطفی، آقای مصطفی، آقای مصطفی، باید از اینجا روم. آقای مصطفی، نیت داری که انبارم را گرفته مکتب کنی؟ بله امک جان همین طور. مکتب پیشینه چی؟ آنجا رو تعمیر کردن مشکل است. مردم هم کمک کردن نمیخواهند. التماس امک جان انبارتون رو برای مکتب دهید. من انباری مکتب میکردگی ندارم. اقلا برای یک ماه تو برقرار کردن مکتب. تو در بین امک و جیان ندارو دکتر. امک بچه ها خوندن و نوشتن رو ندانسته کلان شده ایستادند. بگذار کلان شوند. چی شده است که ما نخوندیم؟ چی شد؟ چرا شما مرا فهمیدن نمیخواهید؟ آخر آنها برای آیندهشون باید خوانند. آینده آنها ان این حیوان ها و این زمین است. بگذار زیرات پروری کنند، چروه‌داری نمایند. اگر آنها مکتب رو ختم کنند شاید این کارها رو باز خوبتر و بهتر از خود نمایند. مگر این بد است؟ آمدنت را دو روز نشده است و برافع عقل یاد میدهی. من عاقل زیادتی ندارم که مکتب کنم. یک طرف استید. ببخشید خودم رو داشته نتوانستم. زیغ نشو زینب. در پیش چشممون آینده کودکان رو نابود کرده ایستادند. من چه خیلی زیغ نشوم؟ دخت کم است آخر. من این خیلی نشسته نمیتوانم. شما ما رو میفهمید آقای طاهر؟ چرا این طور میگویی زینب؟ تو حالا جوانی، زندگی در پیش است. من باوری دارم که همه کارهایت خوب میشوند. این کارها باید زودتر اجرا شوند. این آدم ها یک رب و خیلی جاهل هستند. من نمیدونم چی کار کنم. من با تو راضی نیستم. شاید یک رو و سنگدل باشند، اما همه‌شون خیلی آدمان صفدلند. آنها رو با چنین حال مشکلات زندگی افتاده است. در اصل تو این رو از من خوبتر میدونی. یکی از دیگرش مهربانتر است. با من باور کن. با این قطار امکم هم داخل میشوند. خودت را عذاب نده. این مکتب به هر حال کشوده میشود. شاید بابا ابراهیم یاری میدهند. میاردم دهند یا ندهند هم من در برات هستم. یک جای شده مکتب را میکشویم. به من امید بخشیدید.
مرا خرسند کردید. سلامت باشید. همچون دکتر با این مجبورم. برای بیمار نشدن چرا اندیشیدم. شما انسانی خوبید. اکنون به خانه امان روم. من هم پدرم رو تنها نگذارم. بگاه می آیید. مهمانی من تمام شد زینب. تا بازدید طاهر. تا بازدید. آقای رافع ایستید آخر. با شما چی شده است؟ چرا اینقدر آتشین شده اید؟ بیایید السلام علیکم. و علیکم السلام. چی واقع شده؟ این دکتر با زینب نمیدونم انبارم را یا عاقلم را گرفته مکتب کردن میخواهند. شما چی گفتید؟ نمیدهم گفتم. باز شرم نداشته عقل یاد میدهد. سرم را ویران کرد. گوش کنید. به من عریضه‌اش آورد. با خواهش خودش در دهه دکتر میشده است. این دردی سر دفع نمیشود. اکنون دردی سرمون زیاد شد. نقطه تیبیش بس نبود که باز با زینب یک جا شده همه چیز رو ویران میکند. به خدا راست میگویی. او به سرمان بلا میآورد. تو زودتر او را از این دهه دفع کن که باز من او را کشته جنایت صادر نکنم رئیس. چاره‌اش آسان آقای رافع. خیلی هم آسان. دیلا طاهر کجاست؟ شاید به بیرون بر اومده باشند. در کجا بودنش را نمیدونی؟ نمیدونم. پریشان می نمایید. یگون واقعه شده است. رفتنم لازم بود. برای همین پرسیدم. حاضر می اویند. بخیر است قیزبان چی گپ شده است؟ چه ها یکی نشده است؟ گپ رو دراز نکن. آن دختری نو هست گفت؟ پس در گپ زن. پدرش در همین جاست. با دختر یگون واقعه شده است. نه او خوب صحت سلامت. از بین او و معلمه آب هم نمیگذرد. آنها را هم راه دیدم. کارنگی دیگر گرفت. قیزبان این گپ رو از کجا میگیری؟ این خوب نیست. از خودت گپ نباف. من یگون بار دروغ گفتم. در پسی عاقلی رافع میایستادند. به هم دیگر چنان نزدیک بودند که وقتی سفسطه های تو رو گوش کردن ندارم. به خدا که راست میگویم. مایلش قیزبان رفت. من کار دارم. خیر به نزدیکی بویش میبراید. نگویی که نگفتم. به خدا دیلو میدونی من تو رو به دکتر لایق دیده بودم اما نشد. هوا تاریک شده ایستاده است. در این ساعت از که گذشتن نمی شود. شاید قیزبان راست گفته باشد. دلا مرحمت خالای زلول. گریه کردی دخترم؟ چشمم درد میکند. کمی دورو چکاندم خالای زلول. خدا شفا دهد. زلال به اینجا هم آمد. چی میخواستید خالای زلول؟ من پدری دختر رو میکوبم. آقای مصطفی رو؟ بله.
در داخل آقای طاهر رو انتظارند. حاضر او در داخل است؟ او در اینجا نیست دیلو. در همین جا بودند. شاید بر اومدند و من ندیده موندم. با آقای مصطفی چی کار داشتید؟ هیچ چیز نی، مهم نیست. همین طور پرسیدم. گفته هایم را فراموش نکن. با رئیس واخورده در حال برگرد. با دقت باش. سینان اشاره کرده ایستادند. چی؟ اشاره کردن؟ بدی سلاح را گرفته بیا. کنی زودتر بدی. به فکرم رئیس است. با دقت باشید. رئیس این توی؟ بله منم. بدی رئیس بوده است. کراو بخیر است رئیس. دکتر دیه را بی‌ضابطه کرده سینان. او حالا هم نرفته است. نرفته است و زمین با معلمه یکجا شده نیتی کشادن مکتب را دارد. اگر آن مکتب را کشاید میدانی چی میشود سینان؟ دیگر کسی را به کو برآوردن نمیتوانی. این حالت به سردارمون معقول نمیشود. فراموش نکن چقدر مهم بودنی این ده را خودت میدانی. اگر این ده را در جایش نشینانیم خودمون نشسته میمونیم. این خیلی نمیشود. کار میکنم که دیگر در نفس گرفتنشان هم از ما اجازت بپرسند. اگر همین خیر شود من به سردارمان میگویم به تو وظیفه اینا میدهد سینان. گویا که تو در جایت می ایستاده باشی. باور کن من به اینجا به خواهش خودم آمدم و طرفدار شمایم. اگر به ده آید پنهانی آید. مردم دکتر را دوست می‌دارند و محافظتش می‌خیزند. این دفعه سنگ را بالای سنگ نمیمانم. این را باید دانید. من به اینجا به خواهش خودم آمدم و طرفدار شمایم. با کسی ننما. چرا در اینجاییم؟ کاش به خانه آقای حامید میرفتیم. دیگر اینجا مهمون نیستم. کمی ناراحت مینماید. مشکلی دارید؟ اگر هوا تاریک نشده تو را میافتم حالا در اینجا نمی بودم. پدر چرا با این ده اینقدر نفرت دارید؟ شما رو نمیفهمم. این کی باشد؟ نمیدونم پدر. ایستا نکشو. چرا پدر؟ دیلا بود است. مرحمت دیلو درو. نه تشکر آقای طاهر. گرسنه‌اید گفته خوراک آوردم. ما خوراک داریم. هیچ گپ نه. تشکر دیلو. شام بخیر. خوش آمدی زینب. شاید گرسنه باشید گفته خوراک آوردم. تشکر زینب. دیلو هم خوراک آورد. به هر دویتون زحمت شد. خوب هستی دیلو؟ خوبم زینب. شبی خوش آقای طاهر. به تو هم زینب. اگر یگان خواهش نداشته باشید من هم روم. یک دقیقه دیلو. از تو یک خواهش دارم. مرحمت. پگو کمی بر وقتتر به نقطه تیبی بیو. مایلش میویم. برای چی یگان واقعه شده است؟ نه هیچ گپ نه. سحر میفهمونم. مایلش. خوب مایلش. اینطور باشد سحر بر وقت میویم. باز دیر نکنی. خدایا توبه. آخر من حق دوست داشتن رو ندارم.
شاید در حقیقت بینشون چیزی هست. یا شاید قیزبون خطا کرده است. چرا مرا پگاه بر وقت بیو گفت؟ عجبا اون سخنی مهمش چی باشد؟ آقای دکتر بخیر از خانم زلال. من فکر کردم شما در خانه رافی هستید، لیکن اول اینجا رو بینم گفتم. پریشان می نموید با برفین یگون چیز شده است؟ نه شکر خدا خوب است. من پدرتون رو دیدن میخواهم، به او یک کار داشتم. پدرم در خانه حاضر جغ میزنم. پدر 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 خوابشون برده است، بیدار کردن نتوانستم. هیچ گپ نی، من خواب روم. پگاه براه میبرویند. بله براه میبرویند. مایلش پگاه آماده گسیل میکنم. خانم زلال با پدرم یگون چیز گفتن میخواستید، میتوانید به من گویید؟ نه آنقدر مهم نیست آقای دکتر، تنها گسیل کردن میخواستم. مایلش شب خوش. به شما هم خانم زلال. تا برآمدن آفتاب دیه را باید ترک کنم. حقیقت را نگفته از اینجا نمی روی قماندان. به پسرم به براتم چی شده است؟ امانتم را چی کار کردی؟ پدر چرا اینقدر سر و سیمایید؟ مردم شما رو گسیل کردنی اند، عیب می شود. لازم نیست طاهر. مثل گریزه هایت پدر. مادر جان، مادر جان. صبح تمید است. بله مادر جان، اما این خیلی خوب رفتن ممکن نیست. مادر جان به شما چی شد؟ مادر جان، مادر جان به شما چی شد؟ کاش تنها برا نمی برآمدید پدر. اگر اینقدر غمی مرا میخورده باشی. پدر خواهش میکنم، در این خصوص گپ زدیم. طاهر دانسته باش که هوش من و مادرت همیشه در این دیه می شود. انا اومد. صبح بخیر. به تو هم دیلو. اگر خواهی خلعتت رو برار. به یگونجا می رویم؟ بله. مایلش حاضر.
آقای دکتر من به خونه‌تون رفته انتظار شدم. برای گسیل کردن پدرم؟ بله. خودتون رو بیهوده خسته کردید. پدرم رفتند. کی رفتند؟ نیم ساعت پیش. خوب میلش خدا نگه دارد. با پدرم چی کار داشتید؟ هیچ چیز نه پسرم. من گسیل کردن نتوانستم. گسیل نکردم گفته زیق شدم. با خالای زلول چی شده است؟ برای پدرم رو گسیل نکردنشون غمگین شدند. آقای مصطفی رفتند؟ بله. انشالله صحت و سلامت از کوه میگذرند. انشالله. رفتیم. برдан лабай гӯш мекунам синон. чашматро аз юлмаз накан. агар ягон рафтори ноҷоашро дидӣ ӯро парон. хуб шудааст. ба дарун даро. اینجا دیروز پیخست کردم. پیشتر قراولخانه بوده است. بله همین خیل بود. برای چی به اینجا اومدیم؟ اینجا رو اجاره گرفتم. اینجا رو خونه زیستتون میکنید؟ عین حال به همه چنین میگویم. مگر این طور نیست؟ به تو راستش رو میگویم. اما این سیر بینمان میماند. میلش اگر به من کمک کنی اینجا رو به مکتب تبدیل میدهیم. مکتب؟ برای چی؟ میدونی دیروز زینب برای اون که مردم ده مکتب رو تعمیر کردن نمیخواهند زیخ شد. من اینجا رو برای اون مکتب میکنم. کمک نمیکنی؟ برای اینجا رو تازه کردن رفته یگون چیز بیارم. برای مکتب زینب رو آباد کردن منو جیغ زده است. راست میگفته است. قزبان راست میگفته است. بیا دخترم خوش خسته آمدی. نباشید. خوش آمدی. بیا خوش قزبان. باشید، خوش چی گپ باشید. خوینم؟ زینب نمیدونم خبر داری یا نه اما آقای دکتر خونه نو گرفته است. مبارک شود. از سحر باز بادلو رو به چین دارند. همین خیل خونه کلان که قریب برابری مکتب است. آن خانه در کجاست؟ این آدم کجا شد؟ آقای مصطفی! گوش کن. برдан تو رو به نشان گرفته است. بیعقلی نکن که از پیشانه تیر میخوری. بدی. تشکر. ها لابای سینون. به دو گروه تقسیم میشویم. این دفعه آنها را فریب میدهیم. ها بله فریب میدهیم. یک گروه به درآمدگاه ده رود. ما باشیم از تپه میفراییم. فهمیدم سینون. حسن، برдан، یلماس، ایباد با اون طرف. دیگران همراهی ما بیایید. رفتیم زودتر. او نباید فهمد. خوش آمدی زینب. خوش باشید. چه حال داری دیلا؟ تشکر زینب. مبارک شود. اینجا رو اجاره گرفتید؟ بله جای خوب است. در اینجا چی کار میکنید؟ کلبچه هم خورد است. من همین خیلی جای کشاد رو دوست میدارم.
در اینجا زندگی کردن میخواهید؟ ها جای زیباست. اینجا برای مکتب خیلی موافق بوده است. بله اما من گرفتم. مگر شما دیروز نگفته بودید که برای مکتب جای میکوبید؟ بله. انا اینجا برای مکتب خیلی موافق است. شما این جای رو با من دهید، من مکتب کشویم. برای شما جای دیگر میابیم میلش؟ نمیشود زینب. اینجا با من خیلی پسند است. برای مکتب جای دیگر میابیم. شما جدی میگویید یا اینکه شوخی کرده ایستاده اید؟ من شوخی کردن رو دوست نمیدارم. جای من است. اینطور باشد. برای کار. تشکر. باور کرد خیلی رنجید. نه آقای دکتر او نمیرنجد. آقای مصطفی، آقای مصطفی، خیریت شما رو یافتم. خاموش خاموش، سلاح به دستان می آید. چه؟ سلاح به دستان؟ زودتر بدیه، زودتر. از تیپ ما رو می بینند، گریختن نمی توانیم. اینجا بیا. با اینجا. شما چی؟ شما آقا فکری من را نکنید، زودتر پنهان شوید. کنیز تو در اینجا چکار میکنی؟ هیچ چیز، بوزم رو میکوبم. یعنی بوزت رو میکوبی؟ مرادید اکنون بعد هر هفته خبر میرساند، او رو میپرانم. مایلش پرون. این به عقل چیکار کرد؟ چرا این طور کردی یلماز؟ این طور باز خوبتر می شود. او زنی کلان سال است. مانید همینجا ایستاد. بیایید رفتیم. راه گردید رفتیم. بدی همی درآیند. تایر را خبردار باید کرد. زیلال زنده است زیلال. همین قدر میز و کرسی پیدا کردیم. تشکر رمزی، سلامت باش. برای شما همه کار رو میکنیم آقای دکتر. سینخونه هم تیار شد. میتوانید زینب رو جیغ زنید. شاید من رفته او رو جیغ زنم. مایلش رو. دکتر و معلم مکتب شدند. کنی رفتیم. من از اینجا به نقطه طبی میروم. تشکر زیاد دیلو. با کمک تو کار رو زودتر به انجام رساندیم. چی شد دیلو؟ هیچ چیز. خوب هستی؟ بله خوبم.
چشمانم کمی خسته شدند. من میروم. دیلو، اگر لازم شوم جایم را میدونی. آقای دکتر باید گریزیم. زودتر میگریزیم. چی گپ شده است دیلو؟ سلاحداران به ده در آمدند. با کجا میرویم؟ از همه جای بخطر خانه ماست رفتیم. با اینها چی شده باشد؟ زلال 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 بدی این سرباز کیست؟ طاهر پسرم طاهر تو پدری دختر هستی؟ بله. دختر کجاست؟ نمیدانم. اگر میدانستم در اینجا نمی بودم. راه گردید میرویم. بابا ابراهیم می آیند. چی شد بابا جان؟ خانه به خانه کافته ایستادند دختران. خانه شما رو هم کافته می توانند؟ از اونها همه چیز را انتظار شدن ممکن است. عمر تو به خانه درون درآ تا من نگویم نبرو. مایلش بابا جون. دختر رو هم در خانه درون برده پنهان کنه. مایلش بابا. بابا ابراهیم سلاح دارم به خانه مادر آمدن. مادرم باشه نیستن. نترس دخترم نترس. مادرت کجاست؟ نمیدونم. به درون درو دخترم به درون.
این قماندان برای چی رسمی برادرم را با خود میگرداند؟ قماندان، تو چی سری را از من پنهان میکنی؟ افسرم نرسید. از شما میپرسم دکتر در کجاست؟ بزن حیوان، دکتر کجاست؟ بزنید وگرنه همتون رو میکشم. دکتر در کجاست میگویم دکتر؟ خاموشه. دکتر در کجاست؟ دکتر در کجاست میگویم دکتر؟ گپ زنید حیوان ها، دکتر رو در کجا پنهان کردید؟ با دختری بابا ابراهیم گریخته است. خانه بابا ابراهیم رو کابید. عمیق در آنجا. فهمیدم. حیوان ها، دکتر کجاست؟ پراکنده شوید. زودتر راه گردید. زودتر. دو گروه میشویم. من معلمه را دستگیر میکنم. تو باشی به خانه ابراهیم هجوم میکنی. دکتر انیق در آنجاست. تا نیابید نهایت. خوب فهما. بردن، ایباد، حسن، یولمز، از پسی من. کنی رفتیم. زودتر. بدی با کجا میرویم؟ با خانه بابا ابراهیم. با اونجا هجوم میکنیم. بابا ابراهیم؟ ها، خانهش رو میدونی؟ از کجا میدونم؟ چه میخواهید؟ یک طرفی است، خانه را میکوبیم. فرزندانم، به نزد من بیایید. نزدیکتر بیایید. تو اینجا مان. رفتیم. این کارتان خوب نیست. عیب است، گناه است. شما جوانید، به عقلی میکنید. آخر شما برای خاطر کدام دعوا با ما ظلم میکنید؟ برای کی کار میکنید؟ چی مقصد دارید؟ چی میخواهید؟ اینقدر گپ نزن. بابا جان، نترس دخترم، نترس. بابا جان، دکتر، قماندان، ای خدا، مصطفی، آقای مصطفی، قماندان، آقای مصطفی، قماندان. آقای مصطفی، چشمانتون رو گشایید. روگرد به دست افتادی. زودتر فرا. یک طرفیست. به کجا؟ التماس او را سر دهید. نترسید. چرا ایستاده ای؟ زودتر. خدا بزرگ است. سر دهید او را. انشالله خدا این بلا را از سر ما دور میکند. سر دهید. زینب. پدر،
طرف دمتان را گیرد این طرف دور شده این طرف گذر اگر جانت عزیز باشد در جایت است احوالت بد می شود بیا پیشتر را مادر زینب رو بردن معلمه برای چی مکتب را کشادی؟ مگر من نگفتم که نکشا چی ها میگید؟ کدام مکتب؟ گناه ندارد مکتب رو من کشادم میفهمید من کشادم حالا همین طور یعنی بله اونجا رو برای تو آباد کردم راه گردید قماندان آقای مصطفی چشمانتان را گشایید خواطر نشوید شفا می‌یابید پسرتان شما را صحت می‌کند التماس نمورید برات زنده برات گفتید پسرم زنده است در کجاست پسرم در کجاست قماندان پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانیده شد.